در مقایسه با کӯشکҳои гаронарзиш در مرکزی بیشکک، این محلی خیمه‌ها مثل ҷазира менамояд. یک ماه باز است که چند خانواده در چنین شرایط به سر میبرند. در اینجا آلینا زندگی میکند. او 6 ماه حامله‌دار است. 2 طفل خرد دارد. از گوش یکیش زرداب آمد. اینجا یگان شرایط بهداشتی نیست. برای همین کودک کسل شد. آلینا دور شد با کودکانش در بیمارخانه است. ساکنانی که اینجا خیمه زدند در گذشته در آن طرف راه در ساختمان کهنه معموری زندگی میکردند. محبت و همسایه‌های او در بینای نیمه ویرانه محله ثروتمندان در آخر سالهای 90 مسکون شدند. در مدت 20 سال تعداد ساکنان آن تا به 100 نفر رسید. این بینای بی‌صاحب بود، باید ویران می‌کردند. در او تیریزه نداشت و به حاجتخانه تبدیل می‌یافت. ما آن را آباد کردیم. بعضی‌ها حتی تعمیر اروپایی کردند. تنها بعد از این بنا را دیدند. در مدت چند سال بارها صاحب این بنا عوض شد. رهبر آخر آن از امان بانک قرض گرفت ولی نتوانست آن را پرداخت کند. بنا همچون گرو به اختیار بانک گذشت. بر اساس قرار دادگاه از 29 سپتامبر سال 2013 بنا کاملا به اختیار جمعیت کرامیکا گذشت. بر اساس آن ما ساکنان را بیرون کردیم. ما قبلا آنها را آگاه هم کردیم. اما وقتی ماموران برای اجرای امر آمدن، مردم نمیخواستند خانه‌های خود را ترک کنند. آنها چند ساعت با ملیساها کشمکش کردند. وقتی آنها بالاخره در کوچه ماندند، بعضیشان در نزد همین بنا خیمه زدند. ما به حاجتخانه رفتن نمیتوانیم. پیشتر آنجا می رفتیم اما از بالایمان شکایت کردند و ما حتی اجازت نمیدهند که به باغچه هایمان در آمده آب گیریم. وقتی خواهرم نغنجد او را در آغوشم گرفته میخوابیم. بعضا شبانه از داخل خیمه به بیرون میلغزیم. گاهی سگ‌ها پایافزالمان را میبرند. تقریبا همه آنهایی که در اینجا زندگی میکنند کم بضاعتند. بانک به آنها پیشنهاد کرد که خانه هایشان را بخرند ولی آنها پول نیافتند. اینورا ایستایه و میگوید برای یک اتاق خرد صاحب بنا حدود $10,000 طلب کرد. مقامات رسمی قضیه را شرح نمیدهند ولی مردمی بی خانه مانده تهدید دارند که اگر بعد صحبت با رسانه ها صاحب منزل نشوند خانه هایشان را با زوری خواهند گرفت.